میشه، توانمند میشه. اصلا کاری نداره که مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. بعضی فکر میکنن فقط نماز بخونن کافیه، دیگه وظیفه عقل تعطیل بکنن. وقتی که کفار فکر میکنن از اونها پیشرفت میکنن، سبقت میگیرن، ترقی میکنن، حالا حسودیش میشه. برای چی؟ تو فکر نکردی؟ خداوند رشد در دنیا و توسعه و توانمندی به استفاده کامل از نیروی عقل گذاشته. هر کسی این عقل رو بیشتر به کار گرفت، استعدادش رو شکوفا کرد، بیشتر فکر کرد، هدفمندانه تر فکر کرد، فکر مفید و مثبت کرد، مخترع میشه، مکتشف میشه. حالا تعریف فکر چیه؟ این تعریف فکر کردنه. فکر کردن یعنی استفاده از نیروی عقل. پس عقل یک نیروست، فکر یک نیروست. انسان به زمین و زمان دسترسی پیدا